أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه مسلمان های جهان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. عید سعید فطر را برای همه مسلمان های جهان تبریک عرض نموده. الله سبحانه و تعالی طاعت و عبادات همه ما را مورد قبول درگاه خویش بگرداند. موضوعی که امروز میبینیم که در فضای اینترنتی و در رسانه ها و در موضوعاتی که به پخش و به نشر رسیده، جریان لغو کانسرتی که در شهر هرات باستان صورت گرفت. همه ما و شما میدانیم که مسلمانیم، الحمدلله. بعد از یک ماه عبادت، بعد از یک ماه شب زنده‌داری، بعد از یک ماه گریه و ناله به پیشگاه ذات اقدس الهی، بعد از شامل شدن رحمت و مغفرت و ماهی که هم رحمت هم مغفرت و هم عتق من النیران، که ما در روزهای عید در انتظار عیدی که الله سبحانه و تعالی برای بندگان خود میده که او عبارت از عفو و گذشت هست، شاهد بودیم که دستهای کار کرد که کانسرت موسیقی میخواستن به راه بندازن و ما در شرایط کنونی که غم و مصیبت در کشور ما خلاصه در تک تک خانه ها هست، ما در ماه مبارک رمضان شاهد صدها نفر در این کشور که شهید شدن، مجروح شدن، خصوصا در شهر هرات باستان که در خود شهر در ولسوالی شندن، مجروحین زیادی داریم و شهدای زیادی داریم و الان ما اطفال معصومی در قید اختطاف داریم. با این همه رنج و مصیبتی که ملت داره، خصوصا شهروندان هرات، باز بیاییم بر سر زخمهای از این ملت نمک بپاشانیم، واقعا جای بسیار تأسف هست. بناهن ما دین اسلام دین نه افراد هست و نه تفرید. آیه قرآن میفرمایه و کذالک جعلناکم امة وسطا، امت وسط گفته شده، امت میان رو گفته شده. دین اسلام دین افراد و تفرید نیست. دین اسلام دین خشونت نیست. دین اسلام رحم، شفقت، ترحم، صلح، صفای، صمیمیت. وقتی ما میگیم انما المؤمنون اخوه، او برادر ما غم داره، او برادر ما فاتحه داره، او برادر ما مصیبت داره، او خانه همسایه ما ارجمندش اختطاف شده، ما بیاییم در متن شعر ساز و سرود و انهار به راه بندازیم، یقینا مورد رضایت الله و مورد رضایت بندگان الله نیست. و این عزیزانی که جمع شدن در استادیوم شهر و از کانسرت دفاع کردن، اونها نمیدانن از مسائل شرعی درست و صحیح واقف نیستن. بناهن آنها را هم ما به این متوجه میسازیم که برن موسیقی از دیدگاه قرآن و احادیث و فقها برن مطالعه کنن، برن تحقیق کنن که بزرگان ما در این قضیه چی فرمودن و چی ارشادات زیبایی فرمودن، رسول الله صلی الله علیه و سلم چی فرمودن. برن سر آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث، مفسرین رو ببینن. برن سر آیه مبارکه والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، سر این آیه مبارکه تحقیق کنن و مطالعه کنن. بناهن حرکتی که صورت گرفته، چون ما مسلمانیم باید که با منکر مبارزه کنیم و این حرکت هم تنها از طرف شخص بنده نبوده، بلکه این حرکتی که صورت گرفت مسئولین، بعضی از مسئولین ریاست اطلاعات فرهنگ هرات و همچنین دیگه بعضی از شخصیت ها مخالف این کانسرت بودن، علما مخالف بودن، مردم هرات مخالف بودن و نهادهای مختلف، نهادهای دینی و نهادهای مدنی و این جمع قلیلی که به عنوان جامعه مدنی از این دفاع کردن، من مطمئنم که او عزیزان آگاهی دینی کمتر دارن، مگر دیگه بحثی نیست. وقتی اونها هم مطالعه کنن، یقینا چون مسلمانن الحمدلله میدانن که آنچه خدا و پیامبر بگه باید قبول کنن. بناهن حرکتی که برای لغو این کانسرت صورت گرفت تنها یک فرد نبوده، یک شخص نبوده، بلکه هماهنگی شده بوده با علما، با بزرگان، با دانشمندان، با محصلین و خلاصه با صائمین ماه مبارک رمضان. هر کس ماه روزه گرفته باشه و شب زنده‌داری کرده باشه، یقینا او با منکر مبارزه خواهد کرد، مبارزه میکنه
و در این راستا هم در این لغو کنسرت او خوشحال و مسرور هست، چون رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فیغیره بلسانه فإن لم یستطع فیغیره بقلبه و ذلك ضعف الایمان او کما قال صدق النبی الکریم صلی الله علیه و سلم. بناء حرف اول و آخر اینه که در کشوری که هر روز کشته داره، در کشوری که هر روز زخمی داره، در کشوری که هر روز مجروح داره، هر فامیل داغ داره، ما بیاییم بالآخره در این شهر بنوازیم به رقص و پایکوبی. ولی دوستا بعضی ایر اشاره میکنم که دوستا متوجه بشن، بعضی میگن که این برادر ما که آمده بود میهنی میخوان. ما کانسرت های بعضی ولایات دیگه جا را هم دیدیم، اختلاط زن و مرد، خلط و مخلوط زن و مرد و زنها بالاخره به سر و صدا شدن، فریاد زدن و آستین بالا رفتن و خواهرها و با مردها خلط و مخلوط شدن. اصلا این میهن ما، وطن ما، افغانیت ما، خلاصه در این همه پا گذاشته دین ما و اسلام و قرآن ما نمیپذیره که زن و مرد خلط و مخلوط بشن. پس بناهن کانسرتی که لغو شد ای هماهنگی همه ملت هرات بوده، ملت شرافتمنده، ملتی که شهر خون و قیام هست، ملتی که واقعا این ملت به دنیا ثابت کرده و یک روز 25,000 انسان به قربانگاه فرستاده. به خاطر چی؟ به خاطر که احکام خدا در زمین خدا پیاده بشه. خدای تبارک و تعالی همه مسلمان های دنیا سرفراز و سربلند داشته باشه. خدای تبارک و تعالی فتح و ظفر و پیروزی نصیب همه مسلمان های جهان بگردانه و دعا میکنم که الله او برادرانی که نمیدانن و به منکر قدم گذاشتن و کار منکر انجام میدن، خداوند اونا رو هدایت کنه و توفیق بده که قرآن و حدیث رو مطالعه کنن و زندگی خود مطابق با قرآن و حدیث عیار بگردانن. مگر ما با هیچ کس دشمنی نداریم، عقده شخصی نداریم. دین اسلام دینیه که همه عزیزان، همه مسلمان ها، همه انسان و انسانیت در دنیا با صلح و با صفا زندگی کنن. موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.